آغاز صبح نو برای شما بینندگان عزیز ببرور بود و هر کجایی که هستید صحت و سلامت باشید. شالوی گلخوجه هستم که از دفتر مرکزی رادیو زودی با شما صحبت دارم. امروز 25 دکبر و ساعت در پراگ 7 صبح هست. در چند دقیقه دیگر خبرها رو به سهم شما میرسونم، اما اول چون همیشه از بود هوا میگیم. در پراگ هوای بارانی پیشگویی شده است و روزانه تا 7 درجه گرم می شود. در مسکو احتمالاً هوای ابری می شود. حرارت به 2 درجه برابر خواهد بود. در دوشنبه باشد هوا آفتابی است، گرمی به 15 درجه خواهد رسید. دادگاه نویای میشنسکی مسکو روز 24 دکبر زاده تاجیکستان سمردین رجبов رو که نیم سال باز در بازداشت بود 100,000 روبل جریمه بست و از تالار دادگاه آزاد کرد. پیشتر دو تیتون برای او 3.5 سال محرومی از آزادی را طلب کرده بود. رجبов 21 ساله تابستان امسال در جریان اعتراضهای مخالفان برای راه نیافتن نامزدهای مستقل به انتخابات مجلس مسکو دستگیر گردید. وی را برای کوشش استفاده از زور علیه مقامات متهم کردند. سمردین رجبов و همراهانش این عیب را رد نمودند. رجبов پدر سمردین که در مسکو کار و زندگی میکند به رادیو زودی گفت خبر آزاد شدن فرزندش را شنید و خیلی خرسند شد. او در پاسخ به سوال رادیو زودی که آیا جانبدار ادامه فعالیت‌های سیاسی پسرش هست یا نه گفت دیروز در مرافعه دادگاهی شرکت داشتم و گفتم که از عمل پسرم پرره جانبداری میکنم. بگذار تا زمان رها شدن آخرین زندانی سیاسی فعالیت‌های سیاسیش را ادامه بدهد. حالا در روسیه بیش از 300 زندانی سیاسی هستند. در عصر 21 در روسیه بودن زندانیان سیاسی یک شرمندگی و مایه خجالت است، گفت او. رجبов افزود جانبدار رعایت بی‌قید و شرط حقوق انسان است و محض به خاطر زندگی آزاد تاجیکستان را ترک کرده است. افسوس در تاجیکستان ما آزادی و رعایت حقوق انسان نیست. شما مرا خوب میفهمید، تاکید کرد وی. در همین حال صدرالدین رجبов از حامیان حقوق در روسیه و شهروندان فعال که به دفاع از حقوق سمردین رجبov و دهها اشتراکدار گرد همایی‌های تابستان امسال در مسکو برخاستند ابراز سپاس نمود. اعتراضها به ضد مقامات کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه روز 27 ایول امسال در مسکو برگزار شد. مقامات سمردین رجبov را به آن متهم کردند که در جریان اعتراضها به سوی ماموران ملیسا ظرف پلاستیکی را هوا داده است. هرچند این ظرفها به کسی برد نخورد، اما 3 پلیس همچون قربانی شناخته شدند. اتهام استفاده از زور بر پایه شکایت لینیک یک کارمند پلیس که به پراکنده کردن تظاهرگران مشغول بود اعلان شد. مقامات انتظامی شهر کلوب میگویند فرهاد عزیزخانی 27 ساله را با گمان کوشش آتش زدن ارچه سولی نوی و حمله به ماموران ملیسا دستگیر کردند. یک منبع در نهادهای انتظامی کلوب 24 دکبر به رادیو زودی گفت حادثه ساعتهای 6 به 7 صبح دیروز اتفاق افتاد. تصدیق خبر از منابع مستقل امکان پذیر نیست. نزدیکان فرهاد عزیزخان نیز تا به حال در این باره چیزی نگفتند. همصحبت ما در نهادهای انتظامی کلوب گفت ملیسای پاسبان پیش روش را میگیرد و او از نزد ارچم میگریزد. ملیسا از پیش میشود برای دستگیر کردن به خانهشان میروند. با کارد به ملیسا حمله کرده است. کسی ضرر ندیده است و فعلا در بازداشت است، افزود او. کارمندی شعبه امور داخلی شهر کلوب بازداشت فرهاد عزیزخان را تصدیق کرد ولی سبب دستگیر کردن او را نگفت. این جوان از محله چرمگران پایان شهر کلوب بوده. در گذشته با گناه فروش مواد مخدر زندانی شده بود است. او را 1 سال پیش آزاد کردند. حالا مفتشان پرسجو دارند تا دقیق شود که دلیل به این کار دست زدنش چی بود، گفت منبع در نهادهای انتظامی، ولی افزود در این زمینه پرونده باز نشده است. خبرنگاران تخت قبود نشریه حکومت نویای قبودیان ولایت ختلون روز 20 دکبر صفحه اول روزنامه را خالی چاپ کردند. آنها میگویند این اشتباه یا تصادف نیست، بلکه نارضایی از خالیگاه اطلاعاتی و همکاری نکردن مقامات با خبرنگاران میباشد. در گذشته بعضی از رسانه‌ها به این طرز اعتراض خود را از بی‌برقی و مشکل‌های دیگر بیان داشته بودند، ولی بار اول است که یک نشریه حکومتی چنین کار را میکند. عدالت سیف‌الله سردبیر تخت قبود 7 سال اخیر در این نشریه باعث سرمحرر کار میکند. او دیروز در صحبت با رادیو زودی گفت با این صحیفه خالی او فضای خالی ایدئولوژی و اطلاعاتی را در نویه تصویر کرده است. به قول او در نویه نه مسئولان و نه فعالان با رسانه‌ها همکاری ندارند. از اول امسال تا کنون 51 شماره هفته‌نامه تخت قبود چاپ شده است.
روزنامه از 8 صفحه عبارت است و یگانه نشریه تحلیلی است که در نوعیه از دستاورد و مشکلات می نویسد. عدالت سیف‌الله‌زاده میگوید در نشریه دو آموزگار نیمبسته کار میکنند، اما با وجود این تلاش میکند تمام مشکلات و موضوعهای داغ را بررسی نماید. او میگوید میداند که این اعتراض و خالی ماندن صحیفه اولین نشریه به مسئولان از جمله رئیس نویه خوش نمیآید، اما میگوید من ژورنالیست هستم، با رنجیدن کسی کار ندارم، میدونم که رئیس نویه و دیگر مسئولان ایدئولوژی خفه میشوند، ولی هر کس باید این را قبول کند که مشکلات جامعه با یک ژورنالیست آباد نمی شود. سردبیر نشریه تحقیق بود در مطلبش در شرح خالی ماندن صحیفه اولین نشریه هم تاکید کرده است که سطر خالی به هیچ وجه به معنای بی‌موضوع ماندن خبرنگاران نشریه نیست، بلکه به گفته او این خالیگاه ها حرفی نگفته من و تو است. نشر شماره اخیر روزنامه تحقیق بود با صحیفه سفید و خالی در حالی است که طی چند سال اخیر اکثر خبرنگاران و صاحبان رسانه‌ها در تاجیکستان از بی‌اطلاعی و عدم همکاری مقامات با رسانه‌ها و مشکل دسترسی به اطلاع شکایت می‌کنند. نشر تحقیق بود از طرف حکومت نویه قبادیان سرمایه‌گذاری می‌شود و هر هفته با تعداد 3100 نسخه چاپ می‌گردد. سال 2018 در روز عید مطبوعات این نشریه در آزمون نیروی سخن در ولایت ختلان همچون روزنامه بهترین اعتراف شده بود. نورعلی توبنده رهبر یکی از بزرگترین مکتب‌های تصوف در ایران دیروز در سن 92 سالگی وفات کرده است. خبرگزاری نیمه رسمی ایسنا گزارش می‌دهد که توبنده در شفاخانه مهری تهران درگذشت. توبنده پیشوای طریقت صوفیان نعمت اللهی است که مرکزش در ولایت خراسان و پیروانش در سراسر ایران می‌باشند. سالهای اخیر توبنده و پیروانش چندین دفعه بازداشت شدند. آنها از جمله با نیروهای امنیتی و گروه‌های نیمه نظامی طرفدار دولت دست به گریبان شدند. طریقت صوفی در ایران من نیست، ولی حامیان حقوق میگویند حکومت ایران صوفیان را تعقیب میکند. پارلمانت عراق قانون نوی انتخابات را به تصویب رساند. این سند برای نامزدهای مستقل امکان بیشتر پیروزی در انتخابات را فراهم می‌آورد. تقاضای اعتراضگران عراقی هم محض قبول قانون نوی انتخابات پارلمانتی بود. طبق قانون نو هر یکی از 18 ولایت عراق به ناحیه‌های انتخاباتی تقسیم می‌شود که بر اساس شمار اهالی یعنی یک وکیل مردمی از بین 100,000 اهالی انتخاب خواهد شد. بر پایه این قانون حزبان نخواهند توانست که در اساس رویخط یگانه نامزدهایشان را مطرح کنند. در گذشته به همین وسیله حزب‌ها امکان داشتند که تمام کرسی‌های مجلس‌های ولایت‌ها را اشغال نمایند. اکنون کرسی نصیب نامزدی می شود که در حوزه معین بیش از دیگران آواز به دست آورده است. سر از ماه اکتبر در گوشه‌های مختلف عراق اعتراضهای ضد حکومتی به وقوع پیوستند که در آن فساد، بیکاری و نظام ناکامل سیاسی در عراق بعد از تجاوز این کشور از سوی ائتلاف بین‌المللی زیر رهبری ایالات متحده آمریکا در سال 2003 تنقید شد. در این مدت در اعتراضها بیش از 400 نفر کشته شدند. اعتراضگران نه تنها قبول قانون نوی بود بلکه استعفای تمام سیاستمداران را طلب نموده اصرار می‌ورزیدند که در کشور سروزیر بدون عضویت در کدام یک حزب انتخاب شود. سروزیر عراق عادل عبدالمهدی ماه گذشته زیر فشار اعتراضگران به استعفا رفت. او تا انتخاب سروزیر نو وظیفه‌هایش را اجرا می‌کند. بازم برمیگردیم به خبرهای تاجیکستان. نزدیکان صدرالدین مولویف ساکن شهر کولاب که با چند ماده کودکس جنایی متهم می شود از تأخیر در مرافعه‌های دادگاهی و اجازه نیافتن بعد دوربینی او اظهار نگرانی دارد. مولویف 35 ساله که با عضویت در سازمان ممنوع جماعت تبلیغ متهم است به گفته نزدیکانش با وعده عفو از ترکیه به تاجیکستان برگشت و روز 21 سپتامبر امسال بازداشت گردید. داستانی کل تاجیکستان نسبت به او بر اساس ماده‌های تروریسم، زرخریدی و تشکیل اتحادیه افراطی و اشتراک در آن عیب اعلام کرده است. ماه اکتبر امسال دادستان برای صدرالدین مولویف 18 سال زندان را طلب کرده بود. خیرالدین مولویف پدر صدرالدین مولویف دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت مقامات دادگاه نویه سینای دوشنبه به آنها برای دیدار با پسرش اجازه ندادند. او افزود بار آخر 2 ماه پیش پسرش را دیده بودند. روز 23 دکبر دادرس دادگاه نویه سینای دوشنبه میرزا الدین‌زاده حاضر نشد درباره پرونده مولویف صحبت کند. در دادگاه نویه سینا نیز از هر گونه شرح درباره پرونده مولویف خودداری نمودند.
رحمان علی رجبов وکیل مدافع صدرالدین مولویف با رادیو زودی تصدیق کرد که چند وقت باز نفر زیر حمایتش را ندیده است و برای ملاقات با وی اجازه دادرس ضرور می باشد. پیوندون صدرالدین مولویف میگویند مقامات با وعده عفو او را به کشور برگردانیدند و حالا هم امید دارند که دادگاه نسبت به او قانون عفو را تطبیق میکند. جماعت تبلیغ یک سازمان مذهبی است که با حکم دادگاه عالی تاجیکستان فعالیتش در حدود کشور از سال 2006 ممنوع اعلام شده است. دهها پیروی این سازمان از شهر و نواحی مختلف تاجیکستان به زندان محکوم گردیدند. صدرالدین مولویف صاحب 4 فرزند بوده. داماد روحانی معروف مولا حیدر شریف زاده است. او را در شهر کلوب با نام مولا صدرالدین میشناسند. به گفته نزدیکانش مولویف سال 2013 به روسیه و سپس از آنجا به ترکیه رفته بود. با 42 ورزشکار تاجیک برای دستاوردها در موسم سال 2019 در مسابقه‌های بین‌المللی جایزه‌های پولی داده شد. این مراسم روز 24 دکبر در دوشنبه برگزار گردید. مقامات گفتند پول جایزه‌ها از فوند ذخیروی پرزیدنت جدا شده است و 911250 سومانی را تشکیل می‌دهد. با دلشاد نظرов قهرمانی آسیا اوید به گرزندوزی و بهادر عثمانов قهرمانی آسیا اوید به بوکس جایزه به مبلغ 75000 سومانی تقدیم گردید. با کامرانشاه سوپریان و تیمور رحیمов برندگان مدال نقره قهرمانی آسیا اوید به جودو، شهریار دمینov برنده مدال نقره قهرمانی آسیا اوید به قایقرانی در کنوئه و سامان محمدبیکov قهرمانی جهان اوید به جودو میان جوانان جایزه به مبلغ 50000 سومانی سپرده شد. این چنین دمینov همچون برنده مدال برنجی قهرمانی آسیا 25000 سومانی گرفت. شماره زیادی پیشنهاد شدگان را ورزشکاران جوان تشکیل میدادند که در مسابقه‌های بزرگ بین‌المللی میان نورسان و جوانان با مدال ها سرفراز گشتند. همچنین در این مراسم از روی 15 نامیناسیون بهترین های ساحه اعلام گردیده با جایزه های مالی مکافاتانیده شدند. و اکنون از قرب اسعار خارجی برای امروز معلومات میدیم که از طرف بانک ملی به طور ضایع تعیین شده است. $1 9 سومانی و 69 درم است. 1 یورو 10 سومانی و 74 درم و 1000 روبل روسی برابر است به 155 سومانی و 80 درم. سپاس میگویم که ما را در این چند دقیقه تماشا کردید. خبرهای روز را از من شنیدید و در دوام روز ما حتما به صحبت با شما حاضر میشویم. با خبرهای تازه ما را منتظر باشید. روزتان با برکت.